شما هیچی نگو آج آقا، من باش صحبت کنم. صلاح الدین جان چجوری قرآن رو حفظ کردی؟ حافظ کل قرآن. نه چجوری حفظ کردی؟ میدونم حافظ کل قرآن حفظ کردم. آقا اصلا قرآن بپرسیم ببینیم قرآن رو چجوری میخونه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الى الله ترجع الامور. کنتم خیر امة اخرجت للناس. آقا این قرآن من همینجوری باز میکنم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. الله اکبر. یه لحظه واسه آقا تونتون میخوایم بریم. بسم الله. اینم قرآن. بسم الله الرحمن. فبما نقضهم میثاقهم وكفرهم بآيات الله. تمام. بسم الله الرحمن وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بسم الله الرحمن. قال علمها عند ربي في كتاب ولا لا يضل ربي ولا انسى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا أنت من المسحرين. بس دیگه. خب صبر کنین بذارید من سوال عادی ازش بپرسم. صلاح الدین با چی اومدی از اهواز تهران؟ چه جوری اومدی تهران؟ رفت. با چی اومدی؟ محفل. نمیتونه یک سوال رو کامل جواب بده، یک سوال ساده رو. دقت کنین، یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست، اما قرآن رو اینجوری جواب داد. آخه حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه تو پاسخ دادن به قرآن. اصلا حیرت آوره. خدا دیوونه شدم من اصلا موندم. قرآن حفظ کردی؟ آها این مهمه. چجوری آخه مثلا فقط شنیده؟ من یه بار دیگه میپرسم. صلاح الدین بله. قرآن رو چجوری حفظ شدی؟ حفظ شاید. چی؟ حفظ کردم. چجوری؟ با کی کمکت کرد؟ زیاد شدیم. وای خدا. آقا با زیاد شنیدنم نمیشه. تو خونه کسی قرآن حفظ بود؟ وای خدا. چی؟ حفظ کردم. الله اکبر. کودک اوتیسم نمیتونه ارتباط برقرار کنه و نمیتونه صحبت کنه. یعنی یه جوریه که مثلا یه کلمه رو بهش بگی همونو منعکس میکنه. اگه بهش میگه مثلا گرسنه‌ای میگه گرسنم. فقط همین. صلاح الدین خدا این نعمت بزرگو بهش داده که قرآن خودش حفظ کرد بدون اینکه ما یادش بدیم.